با نام خدای یکتا. سلام، من حکیم هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه که در هر گوشه دنیا باشید، پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و هموطنان عزیزم که در داخل توسان هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. دوستان، اگر تازه با کانال ما آشنا شدید لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و به آن ابونه شوید و زنگوله دائمی را برای همیشگی فشار بدهید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز باشید. برای صفت پست نوار و آوازهای خراب و شمال پیشاپیش عذر و معذرت می‌خواهم. عزیزان، قسمت سیوم یا قسمت آخرین برنامه ما از اویاشو یا ایرودروم شهر موقع فرانسه و با هم برویم یک جای تماشا کنیم این برنامه ویژه را. دوستان، هنوز هم مردم اومده هستند. شما یک باری مردم ببینید، همه قدرون ده های، همه خیلی در بیرون جداد دارن نگاه کن. همه بیدید میگیرن میدونن. یک اویاشو چه قسم گفته که خوب کار میکنن مردم. چقدر مصرف کردن، چقدر دیگه فوکی برای مردم میخواد همه ساختن و معرضی تماشا گذاشتن. اینی را میگن دولتداری، اینی را میگن غمخواری نسبت به مردم، نسبت به خلق، نسبت به اهالی کشور. در هر جامعه اوچره ده اینه برادرها. چنانچه گفتم این سیاهش هم آمد، این آمد نشینوش این سفید کبودش ما میکنم. اینه گفتی گفت که آمد شیشت حرارت رو این فرد اینه پول کار کردن در 6 دقیقه صاحب 40 یورو میشه. شرکتی هم کنید چیکار کنید که چند نفر خریدیم تا بگذره. این آشرا دی گفتی گفته که نوبتی نان خوردن همی چند نفر در هر یک بار و رستوران مردم منتظرن. به نهایت مردم بسیار هست. به نهایت هوا گفتی گفت بسیار خرابیش دچه که هوا گرمه امروز، هم آفتابه. گفتی گفت که کمک مشکل نسبت هوایی است. یعنی هم سه شرکت دیگه هم سه ماشین دیگه را موندن. شرکتی تویوتا ژاپنی یعنی گفتی گفت شرکتی انتخه اتلتی. خب فر مردم پردهش هم دوستانی عزیز، اینا گفتی گفت نزدیک میشه اویاشو. مردم جای خود گرفتن. گفتی گفت که نگاه کنین باید سر شوه. اگه با شما مردم ببینید چه هست که دیگه حد کنار آخر نداره. نمیفهم چند متر ای پلاسه، شاید 3000 متر باشه یا که 2000 متر، 2 کیلومتر 3 کیلومتر درازی هم خط باشه. در همین درازی خط این مردم چی کردگیان، جاسوس کردگیان برای تماشا. و ببینید دوستان تو از طرف سر میشوه تو این طرف رو گفتی گفت. دوستان اویاشو سر شده است. آره دمو چی میگیم سمالات های مایده ها کن اما چی میگم به پیلوت اول نمایش دستن. ولی گفتی که جالب نیست. ولی بعدا میریم سمالات های کلون سر کنن. این مردم هم بینی باور که هنوزم آمده ایستادن. هنوزم گفتی که پاکی در نوبت هنه آمده ایستادن. این هم بینید
با خیالم که سر شد اینا که اکنون Alain, tu as un stand ici? Ah, tu es sur le stand de l'ANORA, voilà, dans les stands. Tu fais partie donc, de cette sympathique association Mémoire de Mermoz qui est présidée par Christian Lib Mermoz. Là aussi, eh bien, vous pouvez adhérer à cette association. Une association qui parle d'histoire, bien sûr, et de patrimoine. Et voilà, on va s'aligner et décoller avec le Datus PC6 et on va prendre de l'altitude. On va mettre de la puissance. Et on va monter à Tindy, le pilote, au niveau 45. اینا در حالت آماده باشن حالا میپرن چی؟ موج درون هم هسته موج سمالت ها چی هست؟ این هم سمالت میراج همه کنگ میشه بولم لبیو Angona. Vous n'avez pas le droit de rester pour cette barrière, il faut vraiment vous décaler. D'accord. دوستان اینم چنانچه میبینید اگر شما در اینجا باید سر شما عده سمالات میدک پریدن دیگه آره سر نشد چه اساسی شما اساسی ایده بینید مردمه Vis-à-vis de l'armée de terre, le savoir-faire, eh bien, de l'armée de terre française, qui aux côtés de leurs frères d'armes, que ce soit de l'armée de terre, de l'espace, sur les théâtres d'opération dans les rangs extérieurs. Ils sont du vent, évidemment, la force du vent. Mettez l'armée de 1200 mètres. نزدیک شد مزدی این باید نزدیک شد سر ما بشینه
اومد شمس اومد سوپر دیگهش مدازم دیگهش مدازم چی؟ در بالا سه تا اومدن دوستان عزیز چنانچه گفتیم نمایشگاه دانشجوهای گفته که سمالت های که تیاره میده امروز پرده بسن دیگه پاکین چند نگه گفته که اومدگی میبینن نگه گروپ هاش پرداشته اومدن نگه همش نگه کردن سمالت های میده کرد La compagnie de commandement et de logistique, la première compagnie de maintenance mobilité, la deuxième compagnie de maintenance mobilité, la quatrième compagnie d'approvisionnement et le 11e groupement multitechnique. Ils sont aussi présents dans la Gironde, dans le département de la Gironde. Également au patrimoine aussi, les pannes de l'air aussi, on a eu des pannes de l'air aujourd'hui sur le terrain ici, C'era uno che classifica la visite de l'air, et tout ça est sous le commandement. موار که هوای امروز گرمه صدا میگه نمیشه دیگه برای بخواهی دیگه طرفا هویاشو دیگه میده سر میشه اساسی سیفتم که اینجا همه دانشجوها هستن دیگه پاکی سمالت کلون است فقط همین سمالت میده بوده راهای میده دیگه پاکی چند تا دسان پریده دیگه پرش داشته Regardez, il va vous saluer avant de casquer le chapeau. Regarde le père applaudir très fort, mais là, s'il vous plaît, c'est la Yakutine. L'éclatement de la patrouille Yakotim, vous pouvez les applaudir très fort, merci. Allez, les deux ailiers vont partir en solo. À gauche pour les photos, préparez-vous. C'est le premier croisement de la patrouille Yakotim. Allez, on enchaîne sur un tombé, on tire 3G et demi. On va chercher 3 en bas. L'avion leader, c'est Fred. Il a environ 3300 heures de vol. Il est pilote de T6, pilote de Yak 3, RV6 également. Il a tout piloté, Fred.
Dans le numéro 2, c'est Flo. Et on enchaîne sur une boucle. Et le dernier passage, c'est le job des rôles. Merci beaucoup. Et voilà, vous pouvez les applaudir tellement c'est petit. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, qui vont se rejoindre? دوستان اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم کمی معلومات درباره آویاشوی شهر موقعیت فرانسه. دیگه شما را به خدای پاک میسپارم. فکر و ملاحظه درخواست پیشنهاد هر چی که داره زیر ویدیو با ما کامل بسازید. دیگه منتظر نوارهای بعدی ما باشید. دیگه شما را به خدای پاک و منان میسپارم. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد تا برنامه های دیگر. خدا نگهدار. خداحافظ. بدرود.